سرخط خبرها. حمله افراد مسلح ناشناس بر مخفیگاه داعش در نزدیکی های پشاور. بر اساس گزارش ها در این حمله 11 فرد وابسته به گروه داعش کشته شدند. تروریستا را از داخل پاکستان بفرسته، اخلالگری کنه. برگزاری چهارمین نشست گروه کاری روند دوحه در کابل. امارت اسلامی از جامعه جهانی خواست در زمینه‌های معیشت بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان همکاری کند. مسئله اساسی است، باید از بنیاد حل شود. بزرگداشت از روز جهانی بیماری سرطان در کشور. وزارت صحت عامه بر گسترش خدمات در زمینه تشخیص و تداوی این بیماری تاکید کرد. جراحان می توانند به مدت 2 هفته با ما اقامت داشته باشند با تجربه عملی کسب کنند. و موافقت امریکا به درخواست ایران برای تغییر محل مذاکرات. اکسیوز گزارش داده که این مذاکرات روز جمعه در عمان برگزار خواهد شد. امتیازهایی رو رد و بدل کرد کاملا برای طرف آمریکایی و برای خود ما کامل روشن هست. سلام و وقت شما بخیر. با مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 4 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. منابع به المرصاد گفتند که افراد مسلح ناشناس شب گذشته در منطقه شنکو از مربوطات قنبرخیل باره بر یک مخفیگاه داعش حمله کرده که در نتیجه آن 11 عضو این گروه کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منابع بسیاری کشته شده ها شهروندان کشورهای خارجی بودند. گزارش از نسترن امیری. با دنبال تهدیدات داعش ناشی از پاکستان، المرصاد رسانه نزدیک به امارت اسلامی به نقل از منابع خود گزارش داده است که شب گذشته در منطقه شینکو از مربوطات قنبرخیل باره یک مرکز وابسته به گروه داعش هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. بر بنیاد این گزارش در نتیجه این حمله 11 عضو داعش کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع بیشتر کشته شدگان اتباع کشورهای خارجی بودند که پس از آن که در اواخر ماه نوامبر سال گذشته مراکز آنان در منطقه جبار میله ولسوالی خیبر پختونخوا هدف حملات پهپادی قرار گرفت به این منطقه منتقل شده بودند. دولت پاکستان بخصوص کوشش میکنه که در سرحدات کشورهای آسیای میانه با افغانستان تروریستا را از داخل پاکستان بفرسته، اخلالگری کنه و این اخلالگری پاکستان جای نخواهد گرفت. در گذشته که به هر روز دهها اقدام تروریستی در زمان حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت می‌گرفت، شورای امنیت ملل متحد خاموش بود. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد وقت امروز به وقت افغانستان نشست را پیرامون تهدید گروه داعش برگزار می‌کند. در گزارش دبیر کل سازمان ملل آمده است که تهدید این گروه رو به افزایش بوده و ادعا شده که شاخه داعش خراسان در شمال و مناطق مرزی افغانستان فعال است. شورای امنیت با تدبیر جلسات استخباراتی تلاش میکنه که پاکستان تبرئه کنه تا بتونه پاکستان از طریق افغانستان و از طریق مرزهای افغانستان داعش به آسیای میانه انتقال بده، چون برنامه بزرگسازی داعش و بعدی داعش هم انتقال داعش از مرزهای افغانستان به آسیای میانه است که این ماموریت پاکستان به دوش داره. هرچند تا کنون امارت اسلامی در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما بیشتر بارها تاکید کرده که داعش در افغانستان سرکوب شده و این گروه از خاک افغانستان توانایی تهدید یا آسیب رساندن به کشورهای دیگر را ندارد. اعضای شورای نگران تهدید پرامنطقه‌ای آن هستند، زیرا حملات خارجی عمدتاً از این مناطق هدایت یا ادعا می شود، اگرچه برخی سرونهای مراکز تربیت پناهگاه‌های یا کشته شدگان آنان در پاکستان بوده، اما امارت به عنوان حاکم افغانستان مسئول کنترل خاک خود شناخته می شود، ولی همکاری مستقیم با
امارت اسلامی افغانستان انجام نمیشه. بر بنیاد گزارش ها بازداشت محمد گورن توسط سازمان استخبارات ترکیه و همچنین دستگیری سلطان عزیز اعظم سخنگوی داعش خراسان توسط نهادهای اطلاعاتی پاکستان نشان می‌دهد که شاخه داعش همچنان در خاک پاکستان فعال هستند و به عنوان پایگاه برای آموزش جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات به کشورهای منطقه و فراتر از آن استفاده می‌شود. وزارت خارجه امارت اسلامی از برگزاری چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه با میزبانی یونما به گونه حضوری در کابل خبر داده است. مقام‌های امارت اسلامی در این نشست از جامعه جهانی خواستند تا در زمینه‌های معیشت بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان همکاری کند. باز هم گزارش از نستر نمیری. چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان امارت اسلامی، دیپلماتان خارجی و کارشناسان بین المللی به صورت حضوری با آنلاین در کابل برگزار شد. در این نشست مقامات امارت اسلامی بر توقف کامل کشت کوکنار تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند تا در زمینه‌های معیشت بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان همکاری و حمایت کنند. په غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د اړوندو وزارتونو استازو یادونه وکړه په افغانستان کې د کوکنارو کښت تقریبا صفر ته راټیټ شوی. د امارت استازو د قانون د تنفیذ، بدیلي معیشت او معتادینو د درملنې برخو کې په تفصیل د امارت لاسته راوړنې په دې برخه کې شتننګونې او همداراز وړاندیزونه او حل لارې بیان کړې. نمایندگان امارت اسلامی در این نشست همچنین هشدار داد که در صورت عدم اقدام مناسب گسترش مواد مخدر صنعتی و ورود مواد اولیه آن از خارج می تواند تهدید فزاینده برای منطقه و جهان ایجاد کند. مسئله کشت مواد مخدر، قاچاقش، استعمالش، تجارتش یک مصیبت ملی است در افغانستان، یک تراژدی ملی است. مسئله همکاری بین المللی قبلا هم وجود داشته، فقط مسئولین به خاطر پول و استفاده از بودجه همنوایی میکنند ما اونا. اما مسئله حل این مسئله اساسی است، باید از بنیاد حل شود. از سوی دیگر شرکت کنندگان این نشست بر ادامه حمایت از برنامه‌ها و اهمیت همکاری منطقه‌ای و بین المللی برای حفظ دستاوردها تاکید کردند. نمایندگان یونما و نهادهای بین المللی کاهش کشت کوکنار در افغانستان را دستاورد تاریخی خواندند که تاثیرات مثبت آن برای کشورهای منطقه نیز ملموس خواهد بود. یونما د ملګرو ملتونو ادارو، نورو نړیوالو سازمانونو، ګڼو هیوادونو او په موضوع کې متخصصینو د مخدره توکو سربیره د مبارزې کوکنارو د کښت اړوند د بندیز د فرمان څخه وروسته د کوکنارو په کښت کې فوق‌العاده کموالی راغلی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو په یاده مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. روند دوحه از سال 2023 گفتگو میان جامعه جهانی و امارت اسلامی را بر همکاری‌های بشردوستانه، اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر متمرکز کرده است. گروه کاری مبارزه با مواد مخدر اواخر سال 2024 شکل گرفت و نشست اخیر در کابل بخشی از همین سلسله نشست‌ها است که هدف آن تقویت مبارزه با مواد مخدر و توسعه برنامه‌های جایگزین معیشتی و درمان معتادان است. وزارت صحت عامه امارت اسلامی از روز جهانی سرطان با برگزاری مراسم بزرگداشت کرد. مسئولان وزارت صحت عامه بر گسترش خدمات تخصصی در زمینه تشخیص و تداوی بیماری سرطان تاکید کردند. گزارش از ناهیدا اندر. 4 فبروری برابر است با روز جهانی سرطان. همزمان با این روز عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در نشست آگاهی دهی پیرامون بیماری های سرطانی گفته که این وزارت تلاش میکند تا خدمات تخصصی در زمینه تشخیص و تداوی سرطان گسترش یافته و خدمات با کیفیت و معیاری ارائه گردد. حقانی همچنان نقش آگاهی دهی عامه را در جلوگیری از سرطان بنیادی عنوان کرده و آن را مسئولیت مشترک همه جامعه خوانده است. قرآن د مبارزه یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی، دا د ټولنې د ټولو وګړو ګډ مسؤلیت دی. علما، ښوونکي، رسنۍ او کورنۍ ټول کولی شي د عامه پوهاوي په لوړولو کې اغېزمن رول ولوبوي. همزمان با این محمد حسن غیاسی معین پالیسی و انکشاف صحت وزارت صحت عامه در این نشست سرطان را یک چالش جدی در سکتور صحت خوانده است و افزوده است که سرطان تنها مشکل صحی نبوده بلکه به عنوان ضرر بزرگ اقتصادی نیز محسوب می شود. هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بیماری‌های سخت مانند سرطان می تواند تا چندین برابر متوسط درآمد سالانه خانوارها باشد و این موضوع به طور مستقیم با افزایش فقر و کاهش فرصت‌های اقتصادی در ارتباط است.
که چه هم دا مرض ساری نده د طبیبانو په نظر کې دا مرض ساری نده لیکن د شخص نه به شخص ته ساری نه د عضو نه عضو ته خو سرایت کوي کنه د اندام نه اندام ته خو سرایت کوي کنه. محمد داود میرکی مسئول آگاهی دهی برنامه ملی کنترل سرطان در جریان این برنامه افزوده است که هر سال حدود 20 میلیون نفر در جهان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و حدود 10 میلیون تن از آنان به دلیل این بیماری می میرند. او همچنان تاکید کرده است که نظام صحی در کشور در 20 سال از جنگ ها تخریب شده است. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د سرطان پیښې په چټکۍ زیاتې شوي دي لامل یې اوږدې جګړې بې ځایه کېدل او چاپېریال ککړتیا هېواد په شپږو ځایونو کې ده او داسې پلان لرو چې خدای نخواسته د دې ناروغۍ واقعیت زیاتېږي او یا مثلا دا په دغو وړتونو کې د کنټرول وړ نه وي په راتلونکي کې په هر حوزه کې د ځانګړي روغتون په شکل دغو وړتونو ته ارتقا ورکړو. همزمان با برگزاری این برنامه نخستین کنفرانس بین المللی جراحی های صدری با حضور داشته دکتر دیاگو گونزالز ریواس از کشور اسپانیا برگزار شد. در جریان این کنفرانس پیرامون جراحی های صدری پیشرفته، جراحی سرطان ریه و جراحی سرطان قصبات نیز بحث شد. آرزو دارم این همکاری ادامه یافته و تقویت شود و از طریق آن جراحان آموزش داده شوند. ما یک برنامه آموزشی 2 هفته‌ای در شانگهای ایجاد کرده ایم که طی آن جراحان می توانند به مدت 2 هفته با ما اقامت داشته باشند و تجربه عملی کسب کنند، به گونه‌ای که روزانه تا 150 مورد جراحی در یک روز مشاهده می شود. این در حال است که به تازگی شفاخانه ملی تداوی بیماری‌های سرطانی در افغانستان با عنوان نخستین شفاخانه در سطح کشور که قابلیت تداوی انواع بیماری‌های سرطانی را دارد افتتاح گردید. و در خارج از کشور، پس از درخواست ایران برای انتقال محل مذاکرات از ترکیه به عمان، ایالات متحده با این درخواست موافقت کرده است. وبسایت اکسیوس نوشته که مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا احتمالاً روز جمعه در عمان برگزار شود. پس از تشدید تنش‌های لفظی میان مقام‌های آمریکا و ایران و تهدید تند ترامپ به حمله نظامی به تهران، سرانجام دو کشور به توافق رسیدند که مذاکرات را درباره حل تنش‌ها برگزار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که واشنگتن با ایران در حال مذاکره است و از تعیین محل دقیق مذاکراتی که قرار است اواخر این هفته برگزار شود خودداری کرد. در همین حال وبسایت اکسیوس گزارش داده که مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و تهران روز جمعه در سلطنت عمان برگزار می شود و دولت دونالد ترامپ با درخواست ایران برای انتقال گفتگوها از ترکیه به عمان موافقت کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود تایید کرد که مذاکرات بین تهران و واشنگتن در چند روز آینده برگزار خواهد شد. فکر می کنم حدود و ثغور امر و محدوده‌ای که میشه در موردش صحبت کرد و امتیازهایی رو رد و بدل کرد کاملا برای طرف آمریکایی و برای خود ما کامل روشن هست. مذاکرات ایران با ایالات متحده آمریکا ممکن است دفعه قبلی که در ماه جون 2025 بود به بهانه مذاکرات ایران فریب دادن و بالش حمله کردن. امکان داره همونطور یک چیز باشه. هرچند شماری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه آمادگی خود به میانجیگری بین ایران و امریکا را اعلام کردند و رویترز به نقل از منابع خود نوشته که نمایندگانی از کشورهای مانند سعودی و مصر در این جلسه شرکت خواهند کرد، اما وبسایت اکسیوس گزارش داده که هدف تهران از انتقال مذاکرات از استانبول به عمان برگزاری نشست دو جانبه با واشنگتن بدون حضور دیگر طرفهای منطقه‌ای است. شماری از آگاهان مخالفت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچنین نگرانی از پیامدهای و هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی را از دلایل اصلی تغییر موضع دولت آمریکا از گزینه جنگ و درگیری به سوی مذاکره می‌دانند. تغییر موضع دولت آمریکا از گزینه جنگ و درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران ممکن است از جهت فریب نظامی یا سیاسی باشد و یا اینکه مخالفت‌های کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و یا هم نگرانی از شکست و ضررهای مختلف اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا. تغییر لحن آقای ترامپ از تهدید نظامی به میز مذاکره طبعا یک تصمیم محاسبه شده و سیاسی می باشد
چون امریکا در استراتژی خود این را میداند که ایران مانند عراقی که در سال 2003 بالایش حمله نمود یا هم لیبیایی که در سال 2011 بالایشان حمله نمود چنین نیست. با فروکش کردن تهدیدهای لفظی مقامات امریکا و ایران علیه یکدیگر اکنون نگاه‌ها به عمان دوخته شده است، جایی که احتمال برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا این گفتگوها شکل خواهد گرفت و در صورت برگزاری به نتایج مثبت و ملموس خواهد رسید؟ در مقابل اگر مذاکرات بی نتیجه بماند چه سناریوهای پیش روی منطقه قرار خواهد گرفت؟ سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.